اجازه داد؟ خواهش کنم. مهربانی. مبارک است. جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی په دغه مراسمو کې د ملي امنیت د پخواني سلاکار ډاکټر رنگین دادفرسپنتا له خدمتونو څخه قدردانی وکړه ویل امروز یک روز بسیار پر افتخار است که یکی از دوستای بسیار عزیز و خدمتگارای بسیار صادق از این مملکت جناب دکتر سپسپنتا وظیفه مشاورت امنیت ملی را به یکی از مرزهای بسیار عمده و سرمایه ملی افغانستان جناب اتمر تسلیم میکنم. در این مرحله من میخوام از جناب دکتر سپسپنتا برای خدمات بسیار صادقانه‌شون به حیث وزیر خارجه افغانستان، به حیث مشاور امنیت ملی افغانستان و به حیث مسئول مذاکرات هم پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان، هم موافقه امنیتی، موافقات ناتو و ده‌ها موافقه دیگه ابراز امتنان کنم. زحمات را جناب دکتر سپسپنتا از خاطر منافع ملی افغانستان انجام دادن به حد و نهایت زیاد است. خاصتا نقاطی که دیگه مردم شاید دقت خبر نداشته باشن در حفظ آبهای افغانستان و میراث فرهنگی افغانستان دکتر سپ خدمات بسیار خاص انجام داد که همیشه مورد سپاس از این مملکت باید باشه. ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی له محمد حنیف اتمر څخه مننه وکړه چې د افغانستان د تاریخ په دغه مهم پړاو کې د ملي امنیت مشاوریت ومانه. جمهور رئیس په دولت کې د محمد حنیف اتمر له دندو څخه د یادونې په ترڅ کې وویل و در این حال از جناب اتمر ابراز امتنان میکنیم که پست بسیار مهمه در این مرحله کلیدی تاریخ افغانستان قبول کرد. قسمی که میفهمین وقتی جناب اتمر به دولت آمدن برنامه همبستگی ملی و برنامه دیگری را انکشاف داد به انجام رساندن که وزارت را که حاشیوی بود به یکی از کلیدی ترین وزارت ها بلد کرد. در این حال دوران وزارت معارف خود و بعد از دوران وزارت داخلی خود یک میراث بسیار بزرگ از نگاه نهادسازی انجام داده. در این شرایط با اساس تهدابی که جناب رئیس کرزی و دکتر سپسپنتا گذاشته بودن این تیم تداوم سیاست امنیت ملی ما را از یک طرف تأمین خواهد کرد چون واقعا جناب کرزی تانستن افغانستان از حاشیه و یک دولت دارای حقوق مساوی با دولت‌های دیگه مبدل کنه و این همیشه جزء تاریخ بسیار پر افتخار افغانستان خود بود و نقش دکتر سپسپنتا در انجام از این هم ثبت خود. بنابراین به هر دو برادرها تبریک میتیم. د هیواد جمهور رئیس محمد حنیف اتمر ته په نوې دنده کې د بریالیتوب هیله وکړه. محمد حنیف اتمر په ده باندې د جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزي لخوا له شوي باور څخه مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې په قوي ایمان او د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې به خپله دنده ترسره هیواد او نظام ته به وفادار پاتې او دغه وفاداري به د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره په عمل کې ثابته کړي. جلالت ماه رئیس جمهور، اول اجازه بدید که از اعتمادی که بر من کردین یک عالم سپاسگزاری کنم. ما در این زمان خدمتتان اطمینان بدم که با تکیه به ایمان راسخ ما و در مطابقت با قانون اساسی کشور ما وفاداری خود به کشور، به نظام و به جناب شما یک بار دیگر بهش تاکید بکنم و این وفاداری خود بود که در عمل مستقیما به خاطر منافع اولیای کشور در هر روز ما در هر گامی که برمی‌داریم از صحت و سکن از او تایید به عمل میاریم. در این زمان میخوایم سپاسگزاری بکنم که
امروز ارشگزاری که به جناب دکتر صاحب سپنتا شد و به تمام تیم محترم امنیت ملی ما، این در واقع ارشگزاری به زحماتشان است و وفاداری خدشه‌ناپذیرشان به منافع ملی و به زحمتکشی شب و روزیشان است. من از او هم سپاسگزار هستم جناب رئیس جمهور و شخصا میخوایم کامیابی‌های جناب دکتر صاحب سپنتا را از صمیم قلب ایشان و به تمام تیم محترم تبریک بگم. در این زمان به همکارای خود اطمینان میدم که با روحی که جناب جلالتمآب رئیس جمهور برنامه تحول و تداوم مطرح کردن، او ایجاب میکنه که بالای هر یک شما از صمیم قلب اعتماد صورت بگیره و این اعتماد وجود داره از قبل. این ارشگزاری به زحمات شما از قبل وجود داره. من صرف یک همکارتان خواد بودم بر انتظام امور یک جا با شما کار خواد کردم و با روحی یک تیمی که در او منافع ملی ما اول مطرح باشه و صداقت ما با یکی دیگه و بالاخره به نظام تحت رهبری جلالتمآب رئیس جمهور کشور